در اجرای مراسم همکاران آقای بارزانی سوء استفاده‌ای کردند و برخلاف توافقی که قبلاً با دولت عراق داشتند به جای پرچم عراق از پرچم کردستان روی در واقع تابوت مرحوم طالبانی استفاده کردند که باعث تعجب شد، ولی در اون شرایط کسی جلسه رو ترک نکرد. در مراسم اهدای تاج گل هم همونطور که همه مشاهده کردند، تنها کسی که از سرخم کردن در برابر در واقع جنازه خودداری کرد بنده بودم و بقیه مراسم احترام رو با شکل دیگری به جا آوردن. به هر حال حضور ما در عراق حضوری است بسیار مؤثر، حضوری است بسیار گسترده و تأثیرگذار و ضرورت داره که در این شرایط حضور داشته باشیم. بنده هم به همراه برادران عزیز فرماندهان سپاه در این مراسم شرکت کردم و به نظرم تأثیر بسیار خوبی هم بر مردم کردستان و هم بر مردم عراق گذاشت. می‌دانید که این مراسم در زمانی انجام شد که نزدیک بود به برگزاری رفراندوم و این نشان داد که علیرغم مخالفت جمهوری اسلامی ایران با اون حرکت غلط سیاسی آقای بارزانی، اما ارتباطات ما با مردم کرد عراق که برادران و خواهران ما هستند ارتباطاتی بسیار عمیق و گسترده است و این ارتباطات تاریخی است و همچنان ادامه خواهد داشت.